تا اصطلاح کاربردی رو امروز می‌خوایم با هم یاد بگیریم. اصطلاح اول اینه که وقتی شما دارین صحبت می‌کنین و یک نفر وسط حرف شما میپره و صحبت شما رو قطع می‌کنه، می‌خوای بهش بگی وسط حرف من نپر. Don't interrupt me. interrupt کردن یعنی صحبت کسی رو قطع کردن. Don't interrupt me. و اصطلاح دوم اینه که من میخوام تاکید کنم سر یک ساعتی، یعنی رأس یک ساعتی این اتفاق بیفته یا در اون محل باشه. از sharp استفاده میکنم برای تاکید کردن زمان. میگم be there at 8 sharp. رأس ساعت 8 اونجا باش. حالا ممکنه هر ساعتی باشه. be there at 2:30 sharp، یعنی رأس ساعت 2:30 اونجا باش. اوکی؟ پس شما دارین ساعت رو تاکید میکنید. اصطلاح سوم این که وقتی ذهنتون در واقع دیگه جواب نمیده و هنگ میکنه و اینکه میخوایم بگیم مغزم هنگ کرد، میگیم my mind went blank. my mind went blank. مغزم هنگ کرد. اصطلاح چهارم من میخوام بگم شکمم غرغور میکنه. my stomach is growling. my stomach is growling. شکمم غرغور میکنه. و اصطلاح پنجم زمانیه که ما میخوایم اشاره کنیم به یه نفر و بگیم وضع مالیش خیلی خوبه، وضع مالیش توپه و میگیم he's or she's rolling in money. he's or she's rolling in money.